در بخش مستقیم شما رو با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. سلام عزیزان، امروز 12 فوریه است و در 15 دقیقه آینده این موضوعات را در مد نظر گرفته. بانک ملی تاجیکستان میگوید فایز قرض‌ها پایین رفت ولی اعتماد مشتریان به بانک‌ها بلند نبوده است. دونالد ترامپ رهایی معلم آمریکایی از زندان روسیه را نیت نیک مسکو برای بهبودی روابط دو کشور نامیده است. روسیه معامله خوب نشان داد. امیدوارم این یک آغاز احیای روابط خواهد بود که به ما امکان می‌دهد جنگ را خاتمه بخشیم و میلیون ها جوان دیگر کشته نشوند. و بسته شدن راه برای حفظ یادگاری زیر حمایه یونسکو روای مکتبخانه‌ها به یک دهه دوردست پنجکند را دشوار کرد. لوی من نمیخواد تومونم بچه‌ها لوی و خدا یگان رئیس حل نداره. رئیس بانک ملی تاجیکستان امروز در نشست خبریش گفت در سال 2024 بانک‌ها به مشتریانشان در حجم بیش از 17 میلیارد سومانی قرض دادند. مشکل دسترسی به قرض‌های بانکی از مسئله‌هایی است که سالها میان ساکنان عادی و دایره‌های کارشناسی نگرانی‌های را به میان گذاشته است. ولی رئیس بانک ملی میگوید وضع نسبت به سالهای پیش بهتر شده، بهره یا فایز قرض‌ها نیز پایین رفته است. جزئیات موضوع در گزارشی برای یوسفی و علیشیر ظریفی. از 12 و از 10 فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت فایز میانه قرض بانک‌های تاجیکستان برای مشتریان در چند سال اخیر از 28% تا 22% پایین آمده است. ولی فایز یا بهره پسندازگزاران در بانک‌ها تقریباً 1 برابر از قرض بانک‌ها کمتر بوده است. با پول ملی پسنداز اگر که فایز میانه وزن با پول ملی گذاریم در دایره 12.9% است. با اسعار خارجی باشد قریب در دایره 4.2%. تا چی اندازه موافق بودن و نبودنش این از خود مشتری و بانک وابستگی دارد، برای که این از یک طرف مشتری مبلغ میگذارد، از دیگر طرف بانک گرفته من بعد قرض میدهد. بانک‌های تاجیکستان در سال گذشته 2024 تقریباً 25 میلیارد سومانی قرض‌های مختلف دادند که نسبت به یک سال پیش تقریباً 30% یا 5.6 میلیارد سومانی بیشتر بوده است. قرض‌های داده شده 13 میلیارد قرضی که داده شده است به صاحبکاران راست میاد. از این باشد 7.6 میلیارد سومانی به صاحبکارانی که به این نمود یا آن نمود استحصالات، یعنی صاحبکاری استحصالی پیشنهاد کرده شده سر و کار دارند. 7.6 میلیارد سومانی قرض‌ها پیشنهاد کرده شده. به نظر اقتصادشناس بهرام شریفov مفلس‌شوی چند بانکی زمان نظامساز در سالهای اخیر اعتماد مردم را با امانتگذاری در بانک‌های کشور کاهش داد و این روند به سطح بهره یا فایز قرض‌های بانکی به تاثیر نمی‌ماند. بانک‌های نظامساز اگر مفلس نمی‌شدند و در این وقت حساب وای مبلغ‌های سقوط پرداخت می‌شد، باوری زیاد می‌شد و از این جهت امکانیت جلب کنی مبلغ به بانک‌ها زیاد می‌شد. با اطلاع رسمی بقیه عمومی پسندازها در بانک‌های کشور 25.5 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال گذشته بیش از 30% زیاد بوده است. دریافت قرض از بانک‌های تاجیکستان آن طوری که در اعلان‌های تبلیغاتی‌شان می‌گویند چندان آسان نیست. مشتری پیش از آن که از بانک قرض گیرد نخست معلوماتنامه از جای کار با نشان دادن حجم معاش، معلوماتنامه جای اقامت، کفیل و همچنین گرو در شکل اموال منقول را باید به بانک پیشنهاد کند. در تاجیکستان در مجموع 16 بانک و 65 تشکیلات قرض مالیوی میباشد. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. روز سه‌شنبه در جریان بازدید فرستاده خاص آمریکا استیو ویتکاف از مسکو، روسیه معلم آمریکایی مارک فوگل را از زندان رها نمود. شب گذشته فوگل که بیش از 3.5 سال را در پس پنجره گذرانده است، در قصر سفید با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ واخورد. تفصیلات در گزارش خیرمان بقازاده. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Дональд Трамп муаллими раҳошуда Марк Фогелро дардаҳлези қасри сафед пешвоз гирифт. او امشب انسان خوشبخت است. ما افتخار داریم که شما را در قصر سفید پذیرایی کنیم. میخواهم به شما رسانم که من قهرمان نیستم. پرزیدنت ترامپ قهرمان است.
مقامداران خدمات دیپلماتی قهرمان هستند. وکیلان مردمی و سیناتورانی که برای بازگردان و حمایت از من قانون قبول کردند قهرمان هستند. من از همه آنها قرضدارم. فوگل سال 2021 با 17 گرم روغن بانکدانه هندی در فرودگاه مسکو دستگیر شده با جرم نگهداشت و قاچاق مواد مخدر به مدت 14 سال از آزادی محروم شد. وکیل فوگل میگوید استفاده روغن بانکدانه برای طبابت در ایالت پنسیلوانیا غیر قانونی دانسته نمی شود. از این رو از روی این قانون ها او بیگناه است. رهایی فوگل به زمان راست آمد که ترامپ میخواهد روابط واشنگتن و مسکو بهبود یابد. او رهایی فوگل را همچون نیت نیک مسکو ستایش کرد. روسیه معامله خوب نشان داد. امیدوارم این یک آغاز احیای روابط خواهد بود که به ما امکان می‌دهد جنگ را خاتمه بخشیم و میلیون ها جوان دیگر کشته نشوند. آنها میلیون ها نفر را از دست دادند. آنها در یک مدت کوتاه احتمالاً 1.5 میلیون سرباز را تلف دادند. ما باید این جنگ را متوقف کنیم. در صحبت با خبرگزاری ریترز وکیل فوگل مارتین دلوکا گفت که ظاهراً با انتخاب ترامپ به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فضای مذاکرات برای رهایی فوگل بیشتر فراهم شد. مسکو تصدیق کرد که امریکا نیز یک محبوس روس را از زندان امریکایی رها کرده است، اما نام او وقتی آشکار می شود که او در خاک روسیه قدم گذارد. واشنگتن در نوبت خود انتظار دارد که امروز باز یک امریکایی از زندان روسیه آزاد می گردد. اما در تاجیکستان ساجده رحیم و مادر یکی از محبوسانی که در زندان وحدت نگاه داشته می شود ادعا دارد که بعد از خونریزی پسرش سبحان قربانوف را سخت زده و مجروح کردند. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که روز 3 فوریه گروهی از زندانیان با قصد فرار به پاسبانان زندان وحدت حمله کردند ولی 3 نفرشان کشته شدند. سبحان قربانوف را سال 2017 از ترکیه به تاجیکستان آورده با گناه افراطگرایی به بیش از 13 سال زندان محکوم کردند. مادر او ساجده رحیم و هفته گذشته در مصاحبه اختصاصی بر رادیو زاده گفت مقامات تا حال اجازه ندادند که پسرش را ببیند. در زندان همه خیلی وضعبینی هست. وضعیتش میگن من مراجعت میکنم یک بار فرزند من نشون ده داروی من بگیری اگر فرزند من گناهکار باشه جزاش بده. که یک بار نشون نمیدی را گفتم خیلی به انصافی نیمه باری مردایم میبینم من مادرم سنگ نیست. برای چی نشون نمیدی؟ برای که حاضی ممکن نیستای حاضی یادا ممکن نیستای آخه چی ممکن نیستای ما علی دارو شگیر اما داروی هوای گیر که همون سر خیلی شهر نیستای که سال مرده شد با من داتی. من گفتم وضعیت چای چون فهمم که فرزندی من در چه حالتی نه برای مونیشون نمیتیم اخوای کسال بود گفتم شما من اول یک بار نشون تی کنی اوز فهمم یا دارو تی اگر هم بچه من گناهکار باشم مالی جزاش بینه. شما چند بار روز محبس رفته که نشون تی؟ امروزی جنگ شدگی پگش رفتم گفتم که بچه ها را کشتیان مثال بچه من کنی بچه من ای را اوجا برای مونشه قدو نزنه برای اوجا بیست من گفتم خمه چه بیستم مرده را بردستیان مثال حوزه هسته در تلفن ای همه دروغ دکست نمه چی جنگ شد تمام خلاص کردیم ما تمام میجگم نیست نمیدونم وضعیتی باید چخیره که من مادرم سرم اونا بینم داد و وضع میکنم شکایت میکنم برای هوای نشون نمیتیم. روزی حادثه گفته خودش زنگ زده بودن پیش این کار؟ پیش این کار ساعت 11 خودش زنگ زد یا که شما زنگ زدید؟ نه خودش ما زنگ زده نمیتونیم وای ترما کارت داره هنوز کارت کدگی ما پول میپرتیم در کارتاشون با کارتاشون درست سرس پس مثلا زنگ زد که جون من نغزم سوزم من از زن نمیتی من گفتم مهردی یک جو ادرس داد همه میری گفتم مهردی من میرم گفتم از یگانه درخواست شما همین که یک بار پسر تمام من یک بار هوای بینم یکم دارو گیرن محمود درم خوی من و یک
таваллудуш кардам айрӯзиш дар синфи 7-6 ва сол фақат парчамбардор буд. ҳозир на сураташ дар духтарам ҳаст дар медалоша бинед. намедонам рафт Россия намтари гумроҳ ай фикраш падараш мурд ки соман иқаб сум додам тра ба ҳар шаҳр ва ҳама ҷо рӯй кард. ман хеле ахрсандӣ кардам ки ман мисол қариб овардам мира 5 солаш монд ман я наздик овардам инро гашта бо суроғ метия. یعنی شما گپ زدید؟ ها بعد همونچه رفتیم بعد یک کلام گفت که بری یکون تلفن بتی بچه شکتی گفزن قیب سر دو واسه نکنه دایجا. چی گپ زدید تلفن؟ چو کردی گفتم چیکار کردی گناه گوش شدی گفتم با چیکار کردی با سوق میگیری هیا نمیدونم گفت هیچ نمیدونم گفت هیا من چیکار نکردم گفت وای منو تمام گفت کشت. بینندگان عزیز شکل کامل صحبت رو میتوانید به همین زودی در آزادی ویدیو یوتیوب و وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. ساکنان یک دهه در پنجکент از بسته شدن راهشان شکایت دارند. باشندگان دهه دیوشتیش تا ماه مارس سال 2024 از راه میگذشتند که به گفته مقامات حدودی ممنوعگاه تاریخی است. مقامات برای مردم راه دیگر گشودند، اما ساکنان میگویند مسیر نو خراب و خطرناک میباشد. همکارم رجب یوسفی در همین باره اطلاع میدهد. این نورسان هر روز تا 2 کیلومتر راه را پیاده طی کرده برای درسخانه به دهه همسایه میروند. راه ساکنان دهه دیوشتیچ شهر پنجکent تا ماه مارس سال 2024 از اینجا میگذشت، اما آن را بستند و این کار زندگی ساکنان را مشکل کرد. مقامات میگویند که راه پیشین اکنون اندرون ممنوعگاه مانده است. راه 2 کیلومتر ما رفتن نمیتوانیم. وقتی اینجا ماشینا میرفتن ما به تاکسی میرفتیم پیاده. حاضر که ماشینا نمیرن اینجا آدمای هر خیل هستن، سگ‌های دایدو هستن، ما میترسیم. 2 متر به 2 ماشین چه حجر نمیده رو استرویکه میکنیم تو کمازو به قوم میگیم سنگ میگیم نمیدونم راه نیست میگه کجا رویم میگه تاکسی به تلفن میگیم راهتون رو مخم کنید کجا رویم میگه راه گم یک کسل میشده کسل است یک زنده است تلفن میکنه راه پول مخم کنید یگون راه موبایل راه شدگی ماکچه منم خیلی بچه مون 2 سال نگاه میکنیم در قفامو 5 تا لوی منم خدا تومنم بچه لوی و خدا یگون راه سال نداره راه تراس میگه مخم کنه اون روز پس هست کو اینجا واپس ماشین را گاشه نمیتونی یک بار زدن دیگه تمام نه تاکسی میاد نه ماشین میاد نه مارش که میشه کسان میشه شب و نیمشب بنزین میشه آخه اینجاش که یک پلاسگی یک تور میاد یک تیر میاد یک تور میاد یک تیر میاد ولی با کم مردم یک خوب پوشیده یک روز کردن. مقامات این شکایت ساکنان را قبول ندارند. به گفته نمایندگان اداره باستانشناسی پنجکent سرعزم، راهی که ساکنان دعوای باز کردن آن را دارند حدود ممنوعگاه تاریخی است. اون زمین‌های کراس نمیگن، اون زمین‌هایی که در فهرست میراثی فرهنگ و تاریخ تاجیک داخل با اینوبات گرفته همین چیزا مردم با ما راهی نو ساخته بودیم. اما این راه اسفالت پوش نیست. رئیس اداره باستانشناسی پنجکent میگوید که قدرت این کار را ندارند. باشندگان دهه دیوشتیچ چند بار از مقامات وعده تعمیر راه را شنیدند. نکست در اون حالت که ما با وعده های بسیار کردن که راههایتون رو شده میدهیم بعد ما میکنیم نکست با وعده هاشون وفا نکردن. دهه دیوشتیچ در 5 کیلومتری شهر پنجکent جایگیر شده است. در اینجا قریب 6000 کس زندگی می کنند. ساکنان تنها طلب دارند که راه قبلیشان باز شود. مقامات میگویند که این کار غیر امکان است و برای مردم راهی نو می سازند. و دوستان عزیز برنامه در اینجا با آخر میرسد. سپاس که آن را تماشا کردید. خبر و گزارش های بیشتر رو درباره حادثه های تاجیکستان و جهان همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. با رادیو آزادی فرستادن خبر و ویدیوها رو فراموش نسازید. خود را اطاعت کنید عزیزان و خدا نگهبان.